بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید توفیقات روز افزون الله متعال قرینه راهتان باد و هر روز زندگی زیباتر از روزهای گذشته در طاعت الله متعال و زندگی در دنیا برای کسب رضایت الله متعال ادامه داشته باشد. در خدمت جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز هستیم و برنامه دیگر از برنامه‌های سفره دل. در ابتدا به نمایندگی شما عزیزان خدمت جناب دکتر عرض سلام، ادب و احترام و خوش آمدگویی دارم. خوش آمدید. خیلی خیلی ممنون. ادب از ماست و احترام هم از ما و خدمت هم از ما. البته بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم هم خدمت جناب استاد سلیمانی و هم دستاندرکاران عزیز شبکه و همزه که اینجا تشریف دارند و خدمت شما عزیزان و امید هست که انشاءالله امروز هم بتونیم در کنار هم یه تصور جدیدی، یک بینش جدیدی به زندگیمون بدیم تا حداقل زندگیمون اون گره‌های کوری که در زندگی هست اینا واسمون خود به خود باز بشه، نیاز هم نباشه که ما بازشون کنیم. در خدمت شما هستم. خواهش میکنم. خدمت هست جناب دکتر. من امروز ناراحتم، اعصابم ندارم، حال و حوصله‌ام ندارم، دلم هم خیلی گرفته و نه از گذشته دل خوشی دارم، نه به آینده امیدی دارم، نه از دوست و آشنا دل خوشی دارم، نه از خانواده و فامیل دل خوشی دارم. خلاصه داغونم دیگه. امروز وضعیت من به هم ریخته است. با آنم زیاد حرف نزنید، برید برای خودتون، منو با غمم، مشکلات و سختی هام تنها بگذارید. این جملاتیه که ما خیلی وقتها میشنویم از بعضی از خواهرانی که در زندگیشون احساس میکنن که زندگی برای اونها یک زندان است و از زندگیشون ناراضن، از زندگیشون مینالن، از زندگی به هر حال اگر پای سخن دلشون بشینیم و سفره دلشون خیلی حرفا برای گفتن دارن و تمام محتوای سخن برمیگرده باز به یک چیز و اون این که احساس میکنن که در زندگی نقشی ندارن، در زندگی جایی ندارن، در زندگی اهتمامی به اونها داده نمیشه و اهمیتی به اونها داده نمیشه. حالا شاید احساس میکنن زن بودن دلیل این مشکل و این مسئله است و چون زن هستن این مشکلات و مصیبت ها و سختی ها به تعبیر خودشون به هر حال نصیب هر زنیه دیگه. خدا منو زن خلق کرده و اینم سرنوشت منه و اینطوری شدم دیگه، راهی هم برای فرار از اون نیست. کاش من مرد می بودم. اصلا مرد آزادن، مرد راحتن، خوش به حالشون، هر جا بخوان زندگی میکنن، هر جا بخوان میرن، کسی نیست بازخواستشون بکنه کی میاد کی میره، با کی میگرده. وقتی که ازدواج میکنه خودش هر جا که دوست داشت زندگی میکنه، زنم مجبوره که تابعش باشه. این تصور پیش خیلی از خواهرای ما هست و تصورات فراوان دیگری. حالا اگر بخوایم در تفاصیلش بخوایم وارد بشیم کلی شاید وقتی این برنامه رو هنوز کفاف نده که ما بخوایم درباره این تصورات و این صحبت‌ها و این کلام‌ها و این درد دل‌ها، حالا به هر تعبیری که شما دوست دارید ازش استفاده بکنید، بیان میشه. ما در این حکایت و در این ماجرا در برنامه امروز قصد داریم به همراه شما عزیزان و به پیشنهاد جناب دکتر در این باب صحبت بکنیم که آیا واقعا اینطوری هست یا نه. جناب دکتر یک عنوان خیلی مهمی رو انتخاب کردن برای برنامه امروزمون و یک عنوانی است که من گرچه روی عنوان با جناب دکتر یک مقداری شوخی هم کردیم که چرا حالا این تعبیر. جناب دکتر امروز خطاب به شما خواهران و خطاب، خب طبیعتا وقتی که صحبت از خواهران است برادران هم یقینا در این موضوع داخل هستند و درباره این برداشت ها عنوانی انتخاب کردن به نام زن معمار عشق. با این تعبیر
و در ابتدای صحبت امروز حالا من خطاب به جناب دکتر ازشون این موضوع رو میپرسم که چرا این تعبیر رو انتخاب کردن و چرا اصلا معمار. من گفتم حالا چرا معمار، وقتی که صحبت از خانم میاد بیشتر بیاد، حالا شاید آشپز عشق میگفتیم مناسب تر به تا معمار. جناب دکتر در خدمت شما هستیم و موضوعی که برای ما بینندگان عزیز تدارک دیدید و سفره‌ای که برای ما پهن خواهید نمود برای این موضوع و حل این مشکل. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و الصلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. استاد سلیمانی عزیز، امروز روز آخرین روزیه که شما این جملاتی رو که بر زبان برخی از خواهرای عزیز میشنیدید دیگه از این به بعد نخواهید شنید. انشاءالله. از این به بعد خواهید شنید که زن افتخار میکنه به اینی که زن است و خیلی از مردا بعد از این برنامه یا اثنای این برنامه حسرت میخورن و آرزو میکنن که ای کاش زن میبودن، چرا که زن اون جایگاهی رو داره در فضای خانواده و اون سلطنت و اون پادشاهی رو داره که مرد آرزوش رو داره اگر درست درک بکنه. استاد سلیمانی عزیز، زن مقدس ترین موجود که خداوند متعال خلق کرده. فرشته از آسمون برای کی می اومد؟ برای پیامبران. و همین فرشته، 2 تا فرشته از آسمون میاد به تبریک اینی که این زن در شکمش دارای فرزند شده، میاند روح الهی در جنین این خانم میدمند. اینه زن وقتی میگیم معمار یعنی چی؟ خداوند متعال در قرآن کریم وقتی از نشانه های عظمت خداییش ذکر میکنه، آسمان ها و زمین و کهکشان ها و اینا رو ذکر میکنه و در مقابل این از یکی از تصویرهای دیگه ای که به اصطلاح خداوند ذکر میکنه از نشانه های عظمتش، و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم چی؟ ازواجا. برای چی؟ لتسکنوا الیها. در کنار اونها شما آرامش پیدا میکنید. این سکونت و این خانه پر از آرامش و صمیمیت، این پادشاه این خانه کی است؟ خانم هست. شما تصور کنید یه خانه ای رو بدون مرد، خانه میچرخه یا نمیچرخه؟ بدون مرد میچرخه. مادری هست 5-6 تا 10 تا فرزند داره، با میچرخه. شوهر غالبا بیرونه، حال یا سفره یا اصلا فوت کرد. شوهر فوت کرد، شوهر معتاد شد، شوهر نمیدونم فرار کرد، شوهر اصلا غیبش زد، آسمون و زمین قورتش داد، هرچی شد. زندگی میچرخه. بله یک سایه‌ای بود، اما سایه همه چیز نیست. همین خانواده رو تصور کن بدون مادر، چه وضع حالی داره؟ سخته. زن خیلی حرفه. از بزرگترین نعمت‌هایی که خداوند متعال به یک انسان میده، به یک مرد میده، چی است؟ المرأة الصالحة. المرأة الصالحة از بزرگترین نعمت‌هایی است که خداوند متعال به انسان میده. اصلا وقتی که ما یک زن رو میگیم، مثلا میگیم زن چه کاره است، با افتخار میگه خانه‌دار هستم. یعنی چی خانه‌دار هستم؟ من صاحب خانه هستم، من پادشاه یک مملکتی هستم به نام خانه، به نام خانواده. پس این زنه که عشق رو، محبت رو، صمیمیت رو، فضای از الفت و مهر و محبت و این رو در خانه میسازه. حالا ما میخوایم امروز این رو ثابت کنیم که اگر در دنیا یا در محیط اون فرد یا در محیط خانواده خب یه مشکلاتی بود، شوهر معتادی بود، شوهر بدکاره‌ای بود، شوهر نمیدونم مثلا شوهر مرد و رفت، خب وجودش و عدم وجودش تأثیری نداره در ظاهر، فقر بود، نمیدونم همه اینا بود. این زنه که این فضا رو
میتونه پر از عشق و محبت بکنه. تصور کنید یکی از مهمترین دعاهایی که هم پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میکردن و هم ما و قرآن این رو ذکر کرده چی است؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنة و قنا عذاب النار. حسنه دنیا رو خدایا نصیب ما کن. خیلی از مفسران اومدن میگن آقا حسنه دنیا چیز خوبیای دنیا چیه؟ اون چیزی که بزرگترین خوبی دنیا باشه. وقتی ما میگیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، خب حالا خداوند فرمود که بله خب دادم به شما، این حسنه که میخواید چی هست؟ خیلی از مفسرین میگن حسنه دنیا چی هست؟ زن صالح، همسر صالح. یک همسر نیکو بزرگترین جایزه است که یه فرد عاقل در پیش هست. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میگه که مردم میفرمایند که مردم وقتی میرن زن میگیرن چه چیزایی مد نظرشون هست؟ آقا زیبایی مد نظرشون هست، حسب و نسب مد نظر هست، ثروت مد نظر هست. میگه عقل تو به کار بگیر، فظفر به ذات دین تریبت یدات. زن دیندار رو بگیر تا خوشبخت بشی. اگه سعادت میخوایی، اگر مهر و عطوفت میخوایی، اگر عشق میخوایی، این عشق نه در مال، نه در زیبایی است، نه در ثروته، در زن صالح است. پس این زنه که محرک اصلی زندگی است، محرک اصلی یک پروسه‌ای که ما داریم، پروسه خانواده پر از مهر و محبت. این زنه که تنها این فضا رو ایجاد میکنه و خداوند متعال که نامش هست الحکیم، خب زن وقتی که خلق کرد این همه قدرت ها رو توش داده. اینی که مثلا ما بیایم بگیم که آقا زن بهتره یا مرد بهتره، نمیدونم فلان، این حرفای بیهوده است. حالا ما میشه گفت که مثلا خورشید بهتره یا ماه بهتره؟ هر کدوم جای خود و نقش خودشون دارن. این دست بهتره یا این دست بهتره؟ دو تا شبیه هم هستن، اما هر یکی از این دستا وظایف کاملا مختلفی دارن. خب هر سنگی در جای خودش سنگینه. ماه زیباییش در ماه بودنه. اگر ماه خورشید بشه خیلی زشت میشه، زندگی به هم میخوره، همه چی به هم میخوره، زندگی مشکل میشه. بله دیگه، شب میشه روز، میشه روز میشه شب وجود نداره. اگه خورشید بیاد به اصطلاح ماه بشه چی میشه؟ همه چیز به هم میخوره. خیلی بده خورشید که ماه بشه، اون ارزش خورشیدیشو از دست میده، اون احترام و جایگاهی که در بین کهکشان داره رو دیگه اصلا از دست میره. یک مصیبت میشه. زمین یخ میکنه، زمین یخ میکنه و برای یک مشکل میشه. زمین میسوزه. دقیقاً. وقتی که یک زن، ما بخوایم زن رو مردش کنیم یا مرد رو زنش بکنیم، در واقع همین اتفاق میفته که به اصطلاح اولا یه چیز نامأنوس میشه، خیلی بد میشه. به جای اینکه مصدر رحمت و به اصطلاح روشنایی و گرمی و خدمت به زمین و نمیدونم اینا باشه، مصدر عذاب و دردسر میشه. اینه که ما در یک خانواده اون چیزی که زیاد نیاز داریم بهش، که اون باید قدر خودش رو بدونه. مشکلی که ما داریم اینه که زن نمیدونه کیه. امروز میخوایم بگیم که یک زن باید خودش رو بشناسه و اگر خودش رو شناخت اون وقته که گردنش رو بالا میگیره. اون زنی که تو سری میزنه با خودش، اون کدوم زنه؟ اون زنیه که به اصطلاح خودش رو نشناخته. اون طلای با ارزش و اون الماس با ارزشی هست که فکر میکنه خرمهره است، چون که خودش رو نشناخته این احساس درش ایجاد شده. خب جناب دکتر، در راه همین شناختی که شما الان ازش صحبت می‌فرمایید، ما در چارچوب خانواده غالبا خب این احساس در فضای خانه ایجاد میشه و زن در خانه خودش رو احساس میکنه که نقشی نداره و مهم نیست دورش و یعنی وظیفه‌ای که انجام میده. چه ویژگی‌هایی و چه صفات مهمی زن در خانه داره که این جایگاه رو شما وقتی که معرفی میکنید که به عنوان معمار عشق، حالا اون سوال من بود آشپز عشق رو نگفتید، تعبیر معمار عشق گذاشتید برای زن در خانه و در خانواده ظاهرا اینجوری از صحبت برمیاد که نقش خانم در ایجاد این احساس عشق و عاطفه و گرم کردن کانون خانواده خیلی پررنگتر از مرده. چه ویژگی های این مقام و این جایگاه رو به زن میده در داخل خانه؟ و الان یک خواهری که مثلا این احساس رو نداشته تا به حال، وقتی
میخواد این احساس رو در خودش به وجود بیاره، چگونه میتونه این احساس رو به وجود بیاره؟ چه صفاتی رو باید در خودش پررنگ ببینه تا به این احساس برسه؟ ببین، یه زن، حالا هر کی میخواد باشه، میخواد مادر باشه، میخواد خواهر باشه، میخواد همسر باشه، میخواد دختر باشه، چون که زنه، این مرد راهش به سوی بهشت، رسیدن به سوی بهشت، باید از این راه ها بگذره. اگر در پی بهشته، باید بره زیر پای مادرش دنبال بهشت بگرده. اگر در پی بهشته، باید سعی کنه 2-3 تا دختر داشته باشه تا بهشتش رو ضمانت کنه، تربیتشون کنه، زحمت بکشه براشون، خواهر، دختر، رسیدن به همسر، همه اینا. خیرکم لأهله. یعنی میخوای یک انسان ویژه باشی، با ارزش باشی، جایگاه ارزش شماست همین همسره. یعنی هر مردی ارزشش به اندازه احترامش به خانم‌های دور و برش. خیرکم لأهله. مادر، خواهر، برادر، هر کسی بهترین دختر. شما اون کسی که برای همسرش بهترین باشه. مادرم که 3 برابر پدر حقش. یک دیشب همراه جناب حضرت شیخ شیخ به اصطلاح انصاری بودیم، مجیب الرحمن انصاری مولانا، میفرمودن در یکی از جلسات ما نشسته بودیم، اونا و دوستا می اومدن، گفتن که بابا اونی که خیلی همسرش رو دوست داره بیاد کنار من بشینه، اونی که همسرش رو دوست نداره لطفاً پیش من نیاد. میگه دوستا فکر کردن من شوخی میکنم، خندیدن، گفتن نه، این کسی که برای همسرش که نصف اون است، برای لباس تنش هست، آبرو و حیثیتش هست، برای اون ارزش قائل نیست، اون رو دوست نداره، خب برای من چه نوعی چه ارزش قائل خواهد شد؟ طبیعتاً دیگه ارزش قائل نیست. اینه که مثلا یه زن این جایگاه رو داره. این زنه که میاد چه کار میکنه؟ احساس میکنه که چون که من زنم، باید من یه ویژگی‌های خاص داشته باشم. خود زن بودن. بله، چون که من زنم، من زن مصدر چی است؟ پروسه سلامتی است، پروسه آرامش سازی است. یک قدرتی هست که مثلا خب طبیعت مرد طبیعت خشنی است، قدرت داره، نمیدونم حتی استخون مرد استخون قوی هست، در مقابل مثلا عضلات زن عضلات پرتحرکی هست. خداوند اینجور خلق کرده، فیزیک مرد و زن اینجوری هست اصلا کاملا. این زن چون که زن هست، باید بدونه که من مصدر چی هستم؟ آرامش سازی هستم، من مصدر این هستم که تنش نباشه. خب اگر شوهر اومد یه فضای جنجالی رو ایجاد کرد، الان زن چه کار میکنه؟ احترام زنانگی خودش رو داره. اینجا منم که باید این جو رو عوض کنم. من چون زنم قدرت این رو دارم که دیگران رو در خودم هضمشون کنم. خانواده پریشون هست، مثلا مشکلی پیش اومده، دردسر از برادرها با هم، فرزندان، نمیدونم اینا، دعوا و معروفه و فلان هست. کیه که همه اینا رو میاد جمع میکنه، همه این فضا رو تغییر میده؟ زن هست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه زن هست. این قدرت رو خداوند در اون گذاشته. وظیفه زن. بله، وظیفه‌اش هست. و خود اگر احترام برای زنانگی خودش داشته باشه، اگر بشناسه که زن هست. یعنی اگر احترام داشته باشن چیه؟ نه یعنی احترام نداره؟ چطور احترام یعنی وقتی که احساس نمیکنه که زنه، وقتی که نمیدونه که من زنم وظیفه‌م چی هست. تصور کنید که مثلا خورشید ندونه وظیفه‌اش چی هست. خورشید خانم ندونه وظیفه‌اش چی هست. چیکار میکنه؟ به جای اینکه به ما روشنایی بده، به ما گرمی بیش از اندازه خواهد داد. به جای اینکه به اصطلاح بیاد سر وقتش طلوع کنه، سر وقتش غروب کنه، میبینی که امروز خواب مونده و نیومد. خب به جای اینکه نمیدونم به گیاهان برسه، خب ولشون میکنه، به حال خودشون همه خوش میشن. خب اینه که باید بدونه که من یه وظیفه‌ای دارم، یه قدرت‌هایی دارم، یک توانمندی‌هایی دارم. وقتی که من مصدر سعادت شوهرم، فضفر به ذات دین تربت یداک،
پس اگر من میخوام مصدر سعادت و خوشبختی و عشق این خانواده باشم باید دیندار باشم، چون به این راه هست. حالا زیبایی من مهم هست، نمیدونم مال و حسب و نسبم مهم هست، همه اینا جای خودش، اما مهمتر از همه این موارد همه مواردی هست که هر لحظه ممکنه از بین بره. زیبایی به یک تبی بنده و مالم به یک شبی. خب این زیبایی اگر از دست رفت، اگر مال از دست رفت، زیبایی در اولین روزای ازدواج از بین میره. مشکلش این است بعد از یک مدتی هر چقدر هم که همسر دو طرف زیبا باشن خود به خود چهره برای هم دیگه عادی میشه. غیر از این همون روزای اول، چون که قبل از اون به یک که به اصطلاح مرد طمعی که در چی داره، اصلا طبیعت مرد اینجوری هست. مرد به اصطلاح اون دید شهوانی یا دید جنسیش خیلی قوی تر هست. زین للناس حب الشهوات من النساء. این کلمه مطال میفهمند اصلا این زینت داده شده در انسان ها، این طبیعتی که الله تعالی گذاشته است. اگر این زینت داده نمیشد، زینت داده شده. حالا زینت داره یا نداره این بحث دیگه است. زینت داده شده، مثلا فطرت انسان اینجوری خلق شده. بله که در پی به اصطلاح این چیزی که تصور میکنه که زیباست بره. بله. خب رفت این زن رو گرفت. بعد از اون چون که دیگه به دستش آورد، چیزی که در دست شما نیست عزیزه. درسته. خب هی در پیش هستی. همین که به دستش آوردی خوشحالی، این خوشحالی فوراً از دست میره. یه مدت کوتاهی میگذره عادی میشه دیگه، مال خودت شد. خب اینجاست که باز رنگ و رودنهای دیگری رو باز شیطان برات زینت میده. خب اینو خوشگل‌تر نشون میده، اونو خوشگل‌تر میشه در فضای، اگر به خصوص فضای جامعه یک فضای به اصطلاح نادرستی بود، یک فضایی به اصطلاح یک به هر حال سوراخی بود که از اونجا فساد می اومد. تلویزیونی بود، نمیدونم محیط کاری بود، فلان بود، یک به اصطلاح نقایصی که مرد در خودش داشت، این رو به اصطلاح میخواد جای دیگه ببینه، از جای دیگه پر کنه، یا یک تشابهی که با کسی دیگه داشت این رو مثلا مرد به اصطلاح یکی از صفت‌هایی که مرد داره مثلا مسئولیت شناس. خب اومد زن مسئولیت شناس نبود، همکار این مرد یه خانومی از مسئولیت شناسه، اون چون که باشه یه نوع تعاطفی پیدا میکنه بیشتر مثلا به اون تمایل پیدا میکنه. اینه که این زیبایی پس نقش خودش رو زود از دست میده، مال و ثروت نقش خودش رو زود از دست میده. بعد که به اصطلاح حسب و نسب، بعد احساس میکنه بابا همه آدما مثل هم، این حسب و نسب همش یک حرف هوایی بود، هممون که بچهای آدمی و ما هوا، پس هممون خواهر برادریم و هیچ فرقی توش نیست. پس چی میمونه؟ میمونه یه چیز که اونم به اصطلاح رابطه این زن با خداش هست. این منبعیه که هر روز یه چیز جدید اضافه میکنه به شخصیت، هر روز چیزی در ایمانش، در رفتارش، در اخلاقش، یعنی هر روز داره پربارتر میشه. دقیقاً این شخصیت این زن تو همینه. هر چقدر انسان رابطهش با خداش عمیق‌تر باشه، قوی‌تر باشه، چه اتفاقی میفته؟ یک نوع هیبت و شخصیتی برای اون ساخته میشه. خب شما الان ببینید در یک محیط جامعه همه یک کسی که به صورت یک محاسنی داره، یا پایبند به نماز هست، پایبند به ارزش هاست، آدم درستی هست، راستگو هست، امانت داری هست، فلان، اینا همه ارزش هاست. این ارزش هایی است که بنده رابطه بنده با خدا رو به صورت مشخص میکنه، نمره میده دیگه. بر مبنای این ارزش ها ما به فرد نمره میدیم آقا که این اینقدر نمره داره در چیز، در رابطهش با خودش. چون التزام به اینها نیاز به یک نیروی ایمانی داره، به راحتی نمیشه به اینها ملتزم ماند. حالا جامعه چطور به این فرد نگاه میکنن؟ خود به خود این فرد یک هیبتی میگیره، یک جایگاه خاصی میگیره. هرچه این زن این جایگاهش قوی تر باشه، خود به خود شوهر چی میشه در مقابل این؟ مجبور میشه، خودش، کسی اون رو مجبور نمیکنه، خود به خود مجبور میشه که در مقابل این زن تغییر کنه، سلام احترام بزن. خب اون زنی که میناله از شوهر بعد، اون زنی که نمیدونم از وضع خانوادگیش به من ظلم میشه، منو میزنن، منو نمیدونم بعد میگن فلان، مشکل کجاست؟ خودش نمیخواد که برای تغییر این مشکل قدم برداره.
مشکل اول این است که این زن خودش رو نشناخته. اگر خودش رو میشناخت، خودش رو در اون جایگاهی قرار میداد که لیاقتش رو داره. وقتی که اون جایگاه رو برای خودش درست میکرد، خود به خود اطرافیان عوض میشدن. یکی از بزرگترین نعمت هایی که خداوند متعال به ما داده استاد سلیمانی عزیز چه هست؟ اینه که تغییر ما دست دیگران نیست، کلیدش پیش خودم است. کلیدش پیش خودم است. من بخوام عوض بشم میشم همین الان نخوام عوض بشم، زمین و زمان به هم بکنم نمیتونم من عوض کنم. نه. خب زمین و زمان بخوان یه آدم شیاد مکاری رو بیان راستگو و درست کار رو امینش کنن، میتونن؟ نمیتونن. لیس علیک هدی. خب انک لا تهدی من احببت. حتی اون کسی که شما بخواش خوبی بخواید و بخواید اون بهترین بشه، به دست شما نیست. چرا می‌بینید که مربی، پدر، دور و بر، خانواده چقدر تلاش میکنم تا اینکه فرزند یک شاگردی اصلاح بشه، اما نمیشه. حضرت نوح پیامبر بود، نتونست بچه‌ش رو عوض کنه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. پس اگر من بخوام عوض بشم، کلیدش دست خانواده‌ام، دست شوهر، دست نمیدونم برادر خواهرها و فلان اینا نیست، دست خودمه. این یکی از بزرگترین نعمت‌هایی است که خداوند به ما داده. اگه دست من نمی بود، تصور کنید که کلید تغییر یک خانم دست شوهرش می بود. نمیخوام عوضش کنم، دست کنترل تلویزیون نمیخوام آقا، کلیدو میره انداخت یه جایی گمش می‌کرد، تموم شد، قفل زنگ زد، دست خودمونه. بعدش یه مورد دیگه هم که اگر همه دنیا خراب بشن، بد باشن، هیچ ضرری به من نمیرسونن. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. مواظب خودتون باشید. علیکم انفسکم. مواظب خودتون باشین، شما مسئول خودتون شین. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. اگر شما هدایت شدید و اگر شما راه راست اومدید، رو غلطک افتادید، هیچ کسی به شما ضرری نمیرسونه. یک نعمت بزرگ الهی هم همینه که ما با هم زن و مرد میشیم، لباس همدیگه میشیم، زن و شوهر میشیم، لباس همدیگه میشیم، حتی در کنار هم زندگی میکنه، حتی شکلامون هم به همدیگه شبیه میشیم. احساساتمون رو نمیدونم هممون همدیگه شبیه، همه اینو میشیم. اما تا مردیم، حتی اگر با هم بمیریم، تو قبر جدا از هم دفنمون میکنه. چرا؟ چون هر یکی مسئولیت خود داره، هر کسی حساب خودش رو داره. شوهر من خرابه پس زندگی من داغونه نشد، شوهر من خرابه زندگی اون داغونه، ربطی به من نداره. یعنی اگه از آن احساس میکنم زندگی منم داغونه، پس جفت اون مشکل داره. مشکل پیش منه. مشکل پیش منه. اگر هر چیزی که اتفاق میفته، من ببینید وقتی که ما این شعور رو داشته باشیم، این درک رو داشته باشیم، این فهم رو داشته باشیم که هر چیز برمیگرده به من، چه اتفاقی میفته؟ همه چیز حل میشه. ببینید حضرت یونس علیه السلام پیامبر بود نبود؟ بله. ملتش رو دعوت کرد نکرد؟ تا تونست تلاش کرد. آخر اومد به حدی رسید که بابا اینا آدم بشو نیستن، خسته شد. توی یونس وظیفت این نیست که اینا آدم بشو میشن یا نمیشن، تو باید یونس باشی. و ما علیک الا البلاغ. خب الان اومد قهر کرد رفت. بعدش اومد چی گفت؟ هو لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. اون موقعی که در شکم نهنگ گیر کرد، الان تو تاریکی آسمان و شب و شکم ماهی، 3 تا تاریکی پشت سرم. الان همین تصویر رو بیاریم بذاریم توی خانواده. یه خانومی هست، خب خیلی
خوبه، فهم و شعور و همش درست. فضای خانواده یه فضای بسیار آلوده. خب شوهرش نمیدونم یه آدم دنگ فنگ، نمیدونم پدر مادر و شوهر رو نمیدونم، همه یه فضا خرابه. آخرش میاد میگه چی؟ آقا طلاق میگیرم، جدا میشن. جدا که شد میفته کجا؟ تو شکم نهنگ. اونجاست که میبینه درسته اونجا فضا خیلی بد بودم، اما به این وحشتناکی که الان شدم نیست. این تنهایی بعد از جدایی، این تنهایی که الان کسی منو قبول نداره. من دیروز تو همین خانواده بودم، میرفتم پیش خونه به اصطلاح عمو و خاله و دایی و اینا، اصلا خوشحال میشدن، در رو بروم و از کنار در خاله به اصطلاح منو بغل میکرد، میآورد عزیزم چشمم روشن شد اومدی. الان میرم توی همون خونه، خاله به زور منو تحمل میکنه. چرا؟ چون که الان این زن بی لباسی هست. لباس شو حالا به چه سبب انداخت دیگه خاله نخواهد پرسید، جامعه نخواهد پرسید که این زن طلاق گرفت و واقعا کار خوبی کرد. کاری خوبی کرد یا بد کرد اینو جامعه فراموش میکنه. یادش فقط چیزی که میبینه که این زنی است که طلاق گرفته است، مطلقه است. خب الان چی شد؟ اینجاست که فکر میکنم میگه که اینی کنت من الظالمین، من باید یه راهکار دیگه انجام میدادم. من تلاش کردم این فضا رو عوض کنم، نتونستم. پس راه بود که اینکه من یه راه دیگه رو پیدا کنم. یه مرد رو شکار کردن، دلش رو به دست آوردن، شاهکار که نیست. یه مرد بیچاره، زن نیست. یه مرد اگر بخواد یه زن رو به دست بیاره خیلی باید مردونگی خرج کنه، سخت کارش. زن آقا این مرد بیچاره چی میخواد؟ آقا چشاشو پر کن. صفت یک زن نیکو، زنایی که به سلام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اونا رو توصیف میکنه که اینا زنای بهشتی هستند. یکی از صفاتاشون چه هست؟ این زن بهشتی، زن بهشتی پیامبر اونا رو میگه که زنی که بهشتی میرن، نساءکم فی الجنه، زنای شما در بهشت. زن بهشتی صفتش اینه که اگه عصبانی شد یا عصبانیش کردن یا اسیء الیه، بهش بد کردن، یا خودش به اصطلاح عصبانی شد یا دیگران باعث عصبانیتش شدن و اذیتش کردن یا بهش اهانت و توهین و ظلم کردن، همین کارا رو شوهر کرد. چه کار میکنه؟ میاد دستشو میذاره تو دست شوهرش، میگه که به خدا خوابم نمیاد مگر این که از من راضی بشی. ظالم کیه؟ کسی که نباشه. ظالم شوهره. شوهر بهش ظلم کرده. معذرت خواهی رو کی میکنه؟ اینجا مظلوم داره میاد پیشش. زن میاد. چرا؟ چون زنه. این قدرت رو داره، این سینه گشاد رو داره، این قدرت رو داره که طرف رو کنترلش کنه. مظلوم هست، اما اگر اینجا می اومد از حقش دفاع میکرد، ببین حق هرگز ضایع نمیشه. یه چیزی که ما باید اینو تو ذهنمون بذاریم که هیچ حقی به هیچ عنوان ضایع شدنی نیست. همین خاطرم بهش میگن حق. همین خاطرم بهش میگن حق. حالا این حق رو چطور میگیرم؟ این حق رو یا من میرم راه قانونیش رو طی میکنم، میرم به یک دادگاه، به بزرگتر، نمیدونم به پدر، به فلان شکایت میکنم. خب اومدم به بابام شکایت کردم، حالا امروز صبح من خبر نیستم که شوهرم یک به اصطلاح هدیه آورده خونه بابا، خب گاوه شکایت منو خورد، حق منو خورد. خب پدر میگه که حق با شوهرته، چی شد کور؟ باید بگیم دادگاه میرم، شوهره یا کسی که حق ما ضایع کرده میره رشوت داده، قاضی با اونه. این معنیش نیست که حق ضایع شد. یا حق ما از این را میگیرم یا یه حقی دارم که پیش خداست، این هرگز ضایع نمیشه و اینو من خواهم گرفت.
حالا من پیش خودم شکایت بردم حقم رو کامل میگیرم، یا پیش خودم رفتم گفتم که خدایا این به من ظلم کرد من بخشیدمش، چند صد برابر حق میگیرم. و ما تنفقوا من شیء فی سبیل الله یوفى الیکم و انتم لا تظلمون. یک، به شما داده میشه و به شما ظلم نمیشه، این چیزی که شما خواستید. اگر بخشیدید 70 برابر بیشتر میگیرید. خب پس این کل اینی که من فکر کنم حق من ضایع شده، من مظلوم شدم، مظلومیتی وجود نداره. من انتخاب دارم، یا از این راه میگیرم یا از اون راه میگیرم. پس اینی که من اصلا در فضای خانواده حق و حقوق دیگه تعبیرش یه چیزی دیگه میشه، یک رنگ دیگه به خودش میگیره. رنگ اینه که حق با کیه؟ حق با اون کسیه که، یا کسی که به اصطلاح باید این فضا رو عوض کنه، اونی که میفهمه و بیشترین فهم و شعور رو در این فضای خانواده زن داره. چرا انقدر تاکید داری در حل این مشکلات خانوادگی روی جایگاه زن، در حالی که گفتیم هر کسی مشکلش رو از خودش باید شروع بکنه؟ چرا این انتظار از مرد نداریم؟ وقتی بین دو تا زن و شوهر این اختلاف هست، چرا اینجا شما تاکید میکنید روی نقش زن، روی مرد تاکید نمیکنید؟ قدرت زن بیشتره. زن آغوش باز داره، زن میتونه این فضا رو جمع کنه. مرد نه، مرد انفعالی است، قاطی میکنه. همین مرد، همین زنی که الان اومد معذرت خواهی کرد، ظلم و مرد کرده، معذرت خواهی رو زن میکنه. معذرت خواهی در محیط خانواده به معنای این نیست که من اشتباه کردم. معذرت خواهی به معنای چی هست؟ به معنای سوزن زدن توی بالون. بالون باد کرده، این الان میترکه، من چه کارش کنم؟ باید دهنشو وا کنم، یکم چیز شل میکنم، خالی میشه. این شوهری که الان داغ کرده، سوپاپ فشاره. سوپاپ فشاره. هر آب گرم کن یک سوپاپ فشار داره که وقتی آب خیلی جوش میاد بیش از حد منفجر نشه، یک لوله بالاش گذاشتن که خود به خود همین که فشار اومد اون آب از اونجا میریزه پایین که این منفجر نشه. خب الان این زن چی کار کرد؟ اومد این دیگه بخارش رو خالی کرد. خب کار خوبی کرد. تو آشپزخونه‌ام خانم‌ها دارن این دیگای بخار که روش این همون این معذرت خواهی است. یک کمی که میخوام باز کنم، یکم داغ شدی، از زیر داغ شدی، من معذرت میخوام، معذرت خواستم، سرد شد. سرد که شد همه این مسائل حل میشه. میبینی که همین شوهر خجالت میکشه بعدش که من چه کار بدی کردم. حالا انتظار هم نداشته باشی، این زن هم انتظار نداره. این یکی از صفاتهای زن هست که این قدرت رو داره، انتظار نداره که شوهر بیاد ازش معذرت خواهی کنه. همین که شوهر یه لبخند زد، زن 10 تا لبخند بهش پس داد، معذرت خواهی شد دیگه، حل شد مثلا. حل شد مثلا. همینی که شوهر اومد به اصطلاح با یک به اصطلاح خودش رو نزدیک کرد. ببین سبحان الله، یکی از قدرت‌های خداوند متعال. ببین حتی در مسائل زناشویی یه مرد روزانه 5 بار به فکر رابطه زناشویی میفته. یه زن هر 5 روز یه بار به فکر میفته. تمام در مردا بیشتر. یعنی چی؟ یعنی اینه که این مرده که میدوه میاد میگه معذرت میخوام، اشتباه شد، غلط کردم. خب حالا اگر نگه همین که اومد، چون که یک قدرتی خداوند باز تو اون یک نیازی گذاشته که این نیاز خودش میاد، خودش یکی از یک حکمت‌های الله متعال برای اینکه راحتی این مشکلات حل بشه. خیلی از مشکلات، خیرخواهی‌ها، درگیری‌ها، این نیاز سبب میشه که اون مرد داره بیخیال میشه دیگه، حل میشه مشکل. یکی از صفات دیگه از خانم‌های بهشتی اینه که خانم‌های بهشتی یعنی کسی که میخواد بره بهشت. کسی که میخواد بره بهشت یه شرطی هم داره. بعضی از علما میفرمایند که کسی که در دنیای بهشتی هست که کسی که واردش نشه تو آخرت آخرت نمیره توش. این بهشت دنیا چیه؟ بهشت دنیا همین فضای خانواده است. بهشت دنیا همین آرامش و همین راحتی و همین سعادت رو ایجاد کردن که اینم خود انسان میره توش.
نه که یه قصری باشه که شوهر آدمو ببره تو اون قصر، یا کاخی باشه یا باغی باشه، خود شخص تو دلش ایجاد میکنه. خداوند متعال میفرماید لتسکنوا الیها. تا حالا تسکنوا الیها یعنی چی؟ یعنی مثلا شما به یک کسی برید ژاپن، بالای اون آتش فشانایی که اونجا هست، روی قله آتش فشان که از پایین آتش میاد، بالاش یک اونو خونه‌های ریلکس می‌سازن، رو خونه‌های فنری می‌سازن، یا خونه‌ای که هی 24 ساعت میرقصه. شما یکی رو ببر روی آتش فشان یه قصر بده که همیشه در حال لرزشه، اونجا بیشتر احساس آرامش میکنه، یا یک کلبه‌ای در یک روستای دور افتاده بده که آرام هست، نه اونجا نمیلرزه. طبیعتاً اون کلبه سکونت و این احساس آرامش و این احساس امنیت خیلی مهمه. حالا از صفات این انسان‌های بهشتی چیست؟ صفت انسان بهشتی حرف بیهوده نمیزنه. زن بهشتی یکی از صفاتش اینه که وقتی شوهرش اون رو اذا نظر الیها سرته، همین که به خانومش نگاه میکنه کیف میکنه. یادش چی میافته که خوشش میاد؟ خاطرات، شخصیت، اخلاق، یا فقط جمال مراد هست؟ نه، جمال اصلا، جمال چی هست؟ جمال اصلا چیز داخلی است. جمال بیرونی صورت نیست، سیرته. صورت نیست، سیرته. اگر صورت بهترین صورت باشه، سیرت بد باشه، چه اتفاقا رو ببینید چقدر افرادی هستن که خانمای بسیار خوشگل داشتن، یه ماه نگذشته طلاق، دعوا، مرافع. چون پشت این صورت زیبا یک سیرت بد و زشت بود. ما که ندیدیم میگیم چطور این زن به این خوشگل رو طلاق میدی؟ میگیم بابا خوشت میاد دوباره بگیرش. یعنی مردی برو یه ما تحملش کردم، تو مردی برو 2 ماه تحملش کن. خیلی وقتا اینجوری میشه جناب. ما خیلی ها رو ظاهرا آدم در نگاه اول چون نگاه ما فقط صورت نمیپسندیم، بعدها همین چهره که در ظاهر شاید یک جمال اصلا جمال آنچنانی نداره، خیلی متوسط چهره، با گذر زمان شخصیتش، سیرتش، رفتارش بعد خود به خود دلنشین میشه اون چهره در دل آدم، تا میبینه اون رو لبخند به لب انسان جاری میشه. به خاطر اون سیرتی که پشت هست، اون اخلاق، اون ارزش ها، اون شخصیت ها، اون ایمان. اینجا وقتی همسر نگاه میکنه به همسرش خوشحال میشه، یعنی سیرت خوبی داره. سیرت خوبی داره، در کنارش صورت خوبی هم برای خودش میسازه. طبیعتا. یکی از صفات اینه که مثلا یکی از ترفندایی که خانم ها شوهرها رو شکار میکنند و خیلی کسبشون میکنن، اینه که چشاشون رو پر میکنن، گوشاشون رو پر میکنن، یک اون نیازشون رو هم پر میکنن. چشاشون رو چطور پر میکنن؟ چه شوهرش رو پر میکنه. یعنی چی؟ یعنی به خودش میرسه. یعنی برخی از خانم ها این ترفند رو بهش زیاد اهتمام نمیدن. فقط وقتی که عروسی میرن یا مهمونی میرن یادشون میفته. وقتی عروسی میرن یا مهمونی میرن این کار رو میکنن، در واقع یه سیلی میزن تو سوره شوهرشون. تو واسه ما اهمیت نداری، این مال چشای دیگران هست، چش تو برام مهم نیست. این خیلی بده. مهم اینه که فقط وقتی میره مهمانی و جای میخواد بره خودش رو زینت میکنه و آرایش میکنه، ولی داخل خونه اصلا هیچ یادش نیست این چیز. این نباید در داخل خونه. یکی از ترفندها اینه که زن عاقل و باهوش هیچ وقت کاری نمیکنه که پیش شوهرش تکراری بشه. هر وقت با همون امکانات کم 2 تا لباس داره، با همون 2 تا لباسش رو ما یک همسایه پیرزنی داشتیم، این بنده خدا خب آخر عمرش بود، می اومد روی آفتاب مثلا رو بالکن می نشست، هر بار که میرفت تو می اومد لباسش عوض میشون. یعنی اگر روزانه خیلی هم میرفت و می اومد، روزانه مثلا 20 بار میرفت داخل خونش می اومد 20 لباس عوض میکرد. حالا این چرا این کار میکرد؟ یه بیماری خاصی داشت یا عادت قدیم بود، شاید از مثلا ایامی که مثلا شوهرش زنده بوده و اون جوونیاش همچنین عادتی داشته. این چیز خوبی است. هر مثلا رنگ عوض میکرد. بچه محمد کوچیک بود حساب میکرد که این خاله امروز چند بار لباس عوض کرده. خب فضول. اینه که
مثلا این روتین رو بشکن. هیچ وقت ببینید شوهر نیاز داره به زن بیشتر از اینکه زن به شوهر نیاز داشته باشه. هیچ وقت نذاره مثلا شوهرش احساس کنه که ازش بی‌نیاز شده. خانم همیشه این احساس رو در شوهر ایجاد نکنه هیچ وقت که به اصطلاح یعنی اینی که مثلا اگر قهر کرد زود خانم بره آشتی کنه. چون اگر این قهریش تونست که به اصطلاح 3 روز بدون زن تحمل کنه، میگه خب 3 روز 5 روز هم میشه، 5 روز 20 روز هم میشه، 20 روز هم 2 ماه میشه. خب دیگه کم کم احساس میکنه که تنهایی میتونه گذران زندگی کنه. کم کم احساس میکنه که خب پس اگر از این فضا دور شدم یه فضای دیگه واسه خودم دست و پا کردم میشه. خب یه خیلی چیزا رو به اصطلاح شیطان میاره تو ذهنش. یعنی مجال رو زن نباید به مرد بده که این احساس درش ایجاد بشه که نیاز به زنش نداره. زن بهشتی که این چیزش خصلتشه که همیشه کاری میکنه که شوهر هر بار که اون رو میبینه احساس دلتنگی میکنه، بیشتر سعادت، احساس خوشی میکنه، احساس خوشحالی میکنه که همچین همسری داره. همسر عبارت از یک عالمه ارزش هاست. زیبایی یک نوع ارزشش هست، یک بخشش، اخلاقش، رفتارش، شیوه های برخوردش، اون کلیدهای عشقی که گفتیم، اون مثلث عشقی که گفتیم، همه اینا از جمله این موارد هست. و یکی اینی که گوشش رو هم شکار میکنه. گوشش رو چطور شکار میکنه؟ اگه اجازه بدید این گوش رو نگه داریم، بریم میان برنامه ببینیم، برمیگردیم به همراه شما بینندگان عزیز. درباره این صفت هم منتظر ما باشید که چطور میشه گوش همسر رو شکار کرد برای خواهرانی که دیگه از بعد از این برنامه ان شاءالله اون جملاتی که من اول برنامه گفتم به قول جناب دکتر دیگه تکرار نخواهند کرد، همسران بهشتی و زنهای بهشتی. به همراه شما عزیزان میان برنامه میبینیم، برمیگردیم همچنان با ادامه موضوع در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في الفرح والأحزان هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لين الأركان وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني في وجهها أمل وملء عيونها هي نعمة الرحمن يا إخواني نمشي على درب السلام وفي يدي يدها فتشعرني بكل أماني في وجهها أمل
وعيونها هي نعمة الرحمن يا إخواني. نمشي على درب السلام وفي يدي يدها فتشعرني بكل أماني. هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في الفرح والأحزان. هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان. وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لين الأركان. وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني. يا رب فاملأ بالمحبة بيتنا والود والإخلاص والإيمان. بعد سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و سروران، در خدمت شما هستیم با ادامه موضوع این هفته ما، زن معمار عشق. جناب دکتر موارد بسیار مهمی را اشاره کردن قبل از میان برنامه و از صفات زنهای بهشتی میگفتن و این معماران عشق در خانه که یکی از صفات اینه که چشم همسرش رو پر کنه و دومی اینه که گوش همسرش رو پر کنه. جناب دکتر اینکه گوش همسرش رو پر کنه یعنی چی؟ قطع چکون برداره بریزه تو گوشش؟ آقایون خوششون میاد که به اصطلاح به هر حال بی تعریفی ازشون بشه، بهشون بگن که آقا ما شما رو، هوای شما رو داریم و قدر شما رو میدونیم. یادم میاد قصه ام سلیم، صحابیه بزرگوار. ابو طلحه اومد خواستگاری ام سلیم. ام سلیم مسلمونه، ابو طلحه هنوز ایمان نآورد. یه جمله گفت خیلی جالب بود. ام سلیم گفتن که ببین ابو طلحه مثل کما یورد، تو یه مردی هستی که واقعا با لیاقت هستی، به سینه تو نمیزنه، نمیشه که تو رو بگفت نه، صاحب کمالاتی. اما من مسلمونم، بالاتر از امر تو، بالاتر از اینی که به اصطلاح مثل تو رو با آدم قبول کنه، دستور پروردگار من هست. یعنی این شخصیت من که یک فرد مسلمون هستم، حرف اول رو پیش من خدای من میزنه. اگر میخوایی من موافقت کنم، مهریه من اینه که شما بیایید مسلمون بشید مثل من. حرف حسابه. اون چیزی که خب این دعوت اسلام و دعوت این رو که اولین بار نیست که ابو طلحه میشنمه. ابو طلحه کل این مدت در مکه است و همه چیز رو شنیده و خبر داره. بله. اما چیزی که ابو طلحه رو، اون غرورش و اون نمیدونم چیزی که باعث میشد که بشکنه چی بود؟ اینی که تو واقعا مردی، نمیشه مثل تو رو رد زد.
اما یه مسائلی هست که بالاتر از این مردانگی و شایسته سالاری تو هست. یعنی میفرمایید که مردها یکی از نقاط ضعفشون در برابر خانم‌ها اینه که خانمی بیاد از اونا تعریف بکنه. یعنی که اینه که مرد احساس بکنه که به مردانگی اون مرد یه غرور خاص خودش رو داره. من مردم. همین ببین اگه دو نفر به اصطلاح دعواشون بشه و فلان میشه میگه فلانی نامرده. یک جایگاهی یه وهمی برای خودشون ساختن که ما مردیم، چون که مردیم پس باید این کارو بکنیم. خب این کارو نکردیم پس ما مرد نیستیم. خب این رو یه نقطه ضعف است. این رو وقتی که زن میاد بهش میگه که مثلا واقعا زحمت میکشی، ما قدر زحمت های شما رو میدونیم، شما واقعا خیلی آقایی فلانی، همه اینا و در این حال یا بعد از چند چی یه چیزی ازش که بخواد، دیگه این مرده میدونه که این آقایی و این نمیدونم بادش که کردن دیگه، این رو باید به خاطر حفظ این جایگاهی که داره باید اون کار هم بکنه. بعدش دیگه روش نمیشه رد کنه. اینه که به اصطلاح یه زن گوش مردش رو پر میکنه. یعنی چی؟ یعنی اون ویژگی هایی که تو مرد هست اون رو میدونه، اون صفات مردانگی رو میدونه و میدونه که این فرد باید ازش زحمت میکشه. بنده خدا سایه سر خونه هست، معمار که منم، اما این بنده خدا رو هم باید جایگاهی براش بدم دیگه. این خوبه به اصطلاح این خونه اصلا مملکت یک زن هست. خونه رو پادشاهی یک زن تو این خونه هست. خب مرد این تو این مملکت چی کار است؟ همینه که بهش احساس بدی که تو وزیری، تو نمیدونم یک به اصطلاح برخی کشورها هستن رئیس جمهور همه کار هست. یه نخست وزیری هم دارن. یه نخست وزیری سوریه سمبولی که گذاشتن مثل بریتانیا. خب یه ملکه ای هست. حالا این ملکه چی کاره هست؟ هیچ که نمیدونه چی کاره هست. همین که دلش خوشه که ملکه هست. خلاص تو ملکه ای تو به اصطلاح ما قدر زحمت های شما رو میدونیم. اون دو تا رئیس جمهور نمیشه مثل افغانستان. هر دو تا رئیس نیستن. هر دو تا سر تو یه دیگه جا نمیگیره. میشه افغانستان. میشه افغانستان. اینه که مثلا یک زن زرنگ این نقطه رو میدونه و یه نقطه اینی که این شوهر خب یه نیازهای به اصطلاح عاطفی که داره. بله. این نیازهاش رو برآوردی میکنه. اما نیازها هم نیاز هست. تا وقتی نیاز هست که برآورده بشه. بعد از اینکه برآورده شد چی؟ نیاز نیست. یعنی چی؟ یعنی نباید یعنی شما چی به اصطلاح شما تشنه‌اید؟ بله. چیکار میکنید؟ آب می‌نوشم. آب نوشیدید. بعدش چی شد؟ هیچ دیگه نمی‌نوشم دیگه. خلاص بسم دیگه. بستون. اگر کسی دیگه لیوان گذاشت میگم بس دیگه ترکیدم چقدر بخورم. برخی از خانم ها این قضیه یادشون میره. در مسائل نمیدونم ابراز عاطفه و احساسات و اینا دیگه یکم شورش میکنن. بیشتر که میرن این دیگه دست و پاگیر میشن برای شوهر. محبت بیجا کم از آزار نیست. آزار میشه دیگه. خودش آزار. آزار میشه. خب اینی که به اصطلاح خب یه شوهر نشسته به اصطلاح داره یه فکری میکنه، رو کارش هست، مسئولیتش هست، این هی میاد دوست دارم، عاشقتم، بی تو نمیتونم. بابا یه بار گفتی تموم شد. خب فهمیدم، خیلی ممنون، تشکر. حالا داره این بنده خدا کاری رو میکنه 6 دنگ حواسش اینجاست. خب با هی که به اصطلاح عاطفه های به اصطلاح بیجا، خب چیکار میشه؟ آخر از کوره در میره. مرداری ما میبینیم که به اصطلاح دیگه از بس این شده اصلا باورش نمیشه. فکر میکنه که یه نوع چاپلوسی هست، یک نوع به اصطلاح به قول خودمونی خر کردنه. خب اینجاست که دیگه اون نقشی که باید میداشت، همیشه در هر کاری یک نوع توازن باید باشه، نه شور نه بی‌نمک. حالا جناب دکتر، این مواردی که شما اشاره فرمودید رو خواهرایی که صفاتی که از اونها اشاره کردید، خواهرای بهشتی با این توصیف، یک دغدغه همیشه پیش خواهرها هست و خب منظور خواهرایی که ازدواج کردن طبیعتا، که شوهرشون نره از دستشون.
این نگرانی در خلال پیام‌های که حتی پیش ما هم میرسه، این همیشه وجود داره. ترس از دست دادن شوهر و اینکه شوهر از پیششون بره، حالا پیش زن دوم، یا خدای نکرده طلاق بده، یا حتی بعضی انقدر فکر میکنن که بعد از مرگ من هم شاید مثلا بره زن دوم بگیره، یا بعد از مرگ من بره چیکار بکنه، یا در وقت زندگی من به من خیانت بکنه، بره پنهانی رابطه‌ای داشته باشه جای دیگری که من خبر ندارم. آیا این صفات میتونه این احساس رو در همسر ایجاد بکنه که همسر با توجه به شناختی که از خانمش پیدا میکنه واقعا دیگه روش نشه اصلا به این فکر بکنه، یا نه باز هم نیاز هست که موارد دیگری؟ من اینو میخوام بدونم که چطور میشه یک ضمانتی ایجاد بشه، چه وقتی خواهر میتونه یک ضمانت نامه، یک حاشیه امنیتی برای خودش ایجاد بکنه که بدون الان دیگه من با این کارهایی که دارم میکنم، با این اخلاق، با این رفتار، دیگه بعیده که شوهر من، حالا هر کسی هم که میخواد باشه، دیگه با وجود این رفتارها، برخوردها، پشت سر خیانتی کرده باشه یا جای دیگه تمایل پیدا بکنه یا من از دست بده و فراموش بکنه. ما گفتیم که معمار عشق کیه؟ خانم دیگه گفتید معمار. حالا آشپز عشق، آشپز خونه است، معمار آشپز نگفتیم چون که آشپز خیلی وقتا حواسش پرت میشه و غذاش میسوزه. خب اینجا اگه خانم حواسش، بعضی وقتا اینجا خانم حواسش پرت بشه، معمار هست، ساختمان داغون میکنه. معمار دیگه شش دنگ حواسش جمعه. این معمار یک موردی رو همیشه این دغدغه که داره خیلی دغدغه بجایی است. آخه چرا این مرد آخه تنها پیش خانمش که نیست، در محیط کاریش 100 تا خانم دیگه هم هست. بله تو جامعه همیشه تو جامعه این بر اون بر میرن، نمیدونم دخترای رنگ و رنگ که تو خیابون هستند و همه اینا. اما این معمار میدونه که چطور عشق رو میسازن. زنی که میخواد شوهرش هرگز اون رو فراموش نکنه و هیچ رقیبی نداشته باشه. خیلی مهم شده که تمام حکایت، ببینید یک زن به اصطلاح در یک به اصطلاح در فضای خانواده قدرتی رو داره، میدانی رو داره که هیچ کسی دیگه نداره در رابطه با شوهرش. در رابطه با شوهرش. الان یه مردی داریم که خانمی داره و خانم‌های دیگه داره برن. خانم‌های دیگر چقدر میدان دارن در محیط کارشون، در محیط رفت آمد خانوادگی، فامیلشون، با یه دیدنی، با 4 تا حرف زدنی، با خیلی فضاشون محدوده نسبت به معمار خودمون، همسر. خب این همسر دیگه اگر خوب پیش بره، درست پیش بره، اصلا کسی نمیتونه با اون رقابت کنه. تا جایی که الان ببینید ما اومدیم مدینه منوره، ام المؤمنین خدیجه کبرا کی وفات کردن؟ حدوداً یعنی حداقلش قبل از هجرت تقریباً به حدود 1 سال قبلش، شاید هم بعضی روایات 2 سال 3 سال قبلش. اگه دهم حساب کنیم 3 سال قبل از هجرت وفات کردن تو شهری دیگه، تو مکه. پیامبر اصلا اون شهر رو گذاشت و رفت، اومدن شهری دیگه با مردم دیگه، با عادات و رسوم دیگه، ازدواج ها کردن، زندگی پر از سختی ها شد. یک دیگه انسان اگر اینجور ما بنگریم همه چیزی که تو مکه بود قاعدتاً باید فراموش میشد. اونا مکه که ارتباط هم دیگه باش نبود چون دست کفار و مشرکینه. اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یک کسی رو فراموش نکردن. در مدینه ما نمیشنویم که پیامبر بفرمایند که مثلا ای یادش بخیر ابو طالب عموم، نمیشنویم. اما هی میشنویم یادش بخیر خدیجه. زنایی هستند که هرگز شوهر نمیتونه اونا رو فراموش کنه. و حتی وقتی که گردنبند ام المؤمنین خدیجه رو در روز بعد از اسیران بدر که دست زینب دختر خدیجه کبرا بود و دامادش شوهرش ابوالعاص اسیر شده بود، میارن محضر رسول صلی الله علیه و سلم که برای آزادی داماد استفاده بشه، اشک ریختن. چرا؟ چون که زینب مگه پول نداشت که برای شوهرش تو سرمایه‌دار بود. ابوالعاص خودش تاجر بود. ابوالعاص یک میلیونر بود. بله. زینب میتونست که چند میلیون بفرسته که پولی که میخواستن بفرسته برای آزادی شوهرش. اما زینب میدونست که یک شخصی هست که پیامبر نمیتونه
اون رو فراموش کنه، در مقابل اون پیامبر به یاد اون بیفته اشکش میریزه. و ابوالعاص چطور هم من خواهرزاده همین شخصه. بله، چطور پیامبر رو به یاد بندازم که این کسی که پیشت هست این دختر فلانی رو داره، این دختر خدیجه رو داره و این خواهرزاده خدیجه است. همین گردنبند پیام رسول. این گردنبند خودش نشان از حس عجیب رسول صلی الله علیه و سلم به ام المؤمنین خدیجه داشت که زینب هم دقیقاً این رو میدونست و دیده بود. یه چیز جالب تر، خب خدیجه رو نمیشه فراموش کرد چون که خدیجه است. نه. اما بعد از اون چیزی که اصلا در چشم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پسیزی ارزش نداشت دنیا بود. بله. شاید از پیامبر میپرسیدیم که در مکه چقدر شتر رو نمیدونم چقدر ثروت داشتی بود، کی یادش میاد. اما گردنبند خدیجه رو یادش اومد و گردنبندها همه شبیه همه. یعنی وقتی میشه که زن میاد به جایی میرسه که شوهر عموماً شوهر دیدش کلی هست، دید جزئی نداره. شما وارد خونه میشین، کلیاتو میبینید. شما به اصطلاح من میام خونه شما خودت رفتی داخل خونه، خانم خیلی چیزا رو عوض کرده بود، دکور خونه رو عوض کرده بود، چیزا رو اینجا به جا کرده بود، فلان کرده بود. شما اصلا رفتید اصلا ندیدید که چیزی عوض شده، احساس نکردید. خانم من بعد از 2 ماه میاد خونه شما میگه اینا دیدی چی کار کرده بودن، این نمیدونم چیزو به اصطلاح این گل اونجا بود، اون گل اینجا بود. چیزی که صاحب خونه، مرد خونه نتونست به اصطلاح تشخیص بده، یه زنی تشخیص میده بعد از مدت ها هم که میاد. مثلا با این وجود پیامبر اکرم صلی الله علیه و این جزئیات خدیجه یادش هست. بعد از سالها گردنبند خدیجه یادش هست. الان حداقل از این جریان 5-6 سال از وفات خدیجه گذشته و از خود اون روز گردنبند میتونیم بگیم شاید 15 سال گذشته. حکایت اینجاست که برخی از زنها طوری میتونن قلب شوهر رو به دست بگیرن که شوهر دیگه بهتر از اونا رو تصور نمیکنه. اینا کیان؟ اینا یه زنی هست که اولا یکی از صفتاش اینه که زنه. اون زنی که احترام زن، همون وصفی که توصیفی که در ابتدا برنامه کردیم این رو داره که من زنم و ارزش من به اینه که من زنم، چون که من زنم من این قدرت رو دارم که محیط خانوادم رو، من معمار عشقم، منم که عشق رو میسازم. شوهرم در ساختن این عشق به من کمک کرد، دستش در نکنه، نکرد اطرافیان کمک کردن من معمارم، منم که باید این عشق رو بسازم. اختیار زندگی مال خودمه و اول و آخر کسی که در این زندگی نقش داره منم. هیچ براش مهم نیست که دیگران چه کار میکنن، بدی میکنن، خوبی میکنن، فلان میکنن، این براش مهم نیست. من خداوند من رو زن خلق کرده و من معمار این عشقم، خودم میسازمش. این یکی از صفتای این زنه. یکی از صفتای این زن اینه که مهربونه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم توصیه میکنن به جوونا که تزوجوا الودود الولود. خداوند متعال میفرمایند که وقتی که به اصطلاح جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودة و رحمه. مهر و مودت، رحمت و شفقت. اینجا چی هست؟ اینجا ازدواج کنید زنی که بچه زیاد میاره و مهربونه. زن مهربون گذشت داره. زن مهربون چیزی به دل نمیگیره، بدی که شد کینه‌ای به دل نمیگیره. زن مهربون همه اشتباهات شوهرش رو فراموش میکنه. اونه که بد دهن باشه، هر چی میخواد باشه، اونه که دست به زن داشته باشه، هر چی میخواد باشه.
اگر شوهر، گفتم اگر شوهر بد زبان هست، اگر شوهر خیلی بد جنسه، عصبی هست، شوهر نمیدونم زنش رو میزنه، فلان میزنه، نالیدن راه حل نیست و به زور هم نمیشه عوضش کرد. با چی میشه عوضش کرد؟ با عشق. چطور این عشق رو من به وجود بیارم؟ این محبت رو چطور به وجود بیارم؟ اینه که خودم رو بسازم، رابطه من، اون شخصیت و هیبت خودم رو درست کنم. هیبت دروغکی درست نمیشه، با تظاهر نمیشه. با تظاهر نمیشه. تظاهر طرف میاد خودش رو باد میکنه میشه فیل. یه بچه میاد گوش رو میگیره میکشه این ور اون ور میبره، فیله. شکل و قیافش بزرگ شد، هرچی شد فلان شد، نمیشه. باید اون هیبت و شخصیت رو به دست آورد. این هیبت و شخصیت رو من میسازم وقتی من برای خودم احترام قائلم، من برای خودم این راه رو دارم که وظیفه من ساختن محبت و عشق و صمیمیت در این خانواده است. چرا؟ چون رابطه من با افراد این خانواده نیست، رابطه من اولا و اخیرا با خداست. سلیم چی گفت؟ گفت تو خیلی آقایی، اما من خدایی دارم که حرف اونه. خداوند متعال هم وقتی که به ما این به اصطلاح مسیر رو یاد میده، قضیه زندگی رو به ما، پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند که الطاعت فی معروف. طاعت اصلا اسمش هست النهی عن المنکر، الامر بالمعروف و النهی عن المنکر. معروف چی هست اصلا؟ معروف یعنی اون چیزایی که معروفه، شناخته شده. یعنی اون چیزایی که ما میدونیم اینو چیزای خوبه. منکر چیه؟ اون چیزایی که ما میدونیم زشته. همه میدونن که زشته، زشت رو همه میدونن زشته، خوبی رو همه خوب میدونن. و به ما میفرمایند که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. در معصیت خداوند من حرف هیچ مخلوقی رو نمیشنوم. شوهر بد کرد، این کار مسئله اونه. من بد نمی کنم، من محبت میکنم، من کار خوب میکنم، من احترام میکنم. وظیفه من حسن تبعل هست، وظیفه من اینه که شوهرم رو بهترین و حقش رو ادا بکنم. نمیدونم مادر خیش این اومد، بابا این یک بشیز ارزش نداره، مرده که نمیدونم چی که تو رو زده، فلان کرده، اعلان کرده. میگم که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. مادر حرف شما روی چشم، خواهر عزیز، خاله حرف شما روی چشم، اما این کاری که شما میگید معصیت است، گناه است، من این کارو نمیکنم، حرف شما رو نمیگیرم. دید یک پرستار نسبت به یک بیمار. وقتی این کار شد، خب اینجا شخصیت منه که این محیط رو کنترل میکنه. شخصیت انسان حکیم، یک زن حکیم. و یعنی تصور کنین رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در صلح حدیبیه همه عاشق رفتن به مکه مکرمه هستند و فلان و الان نشد، برگردیم آقایون بیایید قربانیاتون رو ذبح کنید. کسی نمیاد ذبح بکنه. چرا؟ امید دارن که شاید تغییر و تحولاتی بشه، چون هی تا اطراف میرفتند و می اومدن مذاکرات شد، یک وقت دیدی که قضیه عوض شد. ام المؤمنین سلمه وقتی به پیامبر اکرم صلی الله علیه و گفت یا رسول الله خودت، آیا فکر میکنید که پیامبر این رو هرگز فراموش میتونه بکنه؟ نه اینکه پیامبر نتونست فراموش کنه، ما مؤمنان تا روز قیامت این قصه رو میخونیم یا ام سلمه این کارو کرد. چرا؟ یه زن حکیم، یک زن اندیشمند، زن حکیم، زن مهربون، زنی که گذشت داره، زنی که سینه گشادی داره که هیچ کینه و حقد و دشمنی رو توش جا نمیده. کینه و حقد و دشمنی نسبت به همسر چه معنایی داره جناب دکتر؟ الان این با اون توصیفی که الله متعال از همسر داره که و خلق لكم من انفسكم ازواجا و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها، همسر که از حکمتاش اینه که با سکون باشه، آرامش باشه، و جعل بینکم موده و رحمه، مودت باشه، رحمت باشه. هن لباس لکم انتم لباس لهن، اون لباس تن شما لباس تن اون. یعنی بین زن و شوهر وقتی که هیچ حریمی وجود نداره دیگه، به همین خاطر اصلا دیگه
حلال گفته میشن برای هم با تعبیر درستش. الان اینجا چطور میشه که یک همسری، حالا مردی نسبت به خانمش، خانمی نسبت به زنش، به شوهرش، اینجا حقد، کینه در دل، چطور قابل جمع این دوتا؟ اولا یک نقطه ضعفی در بین خانم ها هست که خیلی چیزا رو نمیتونن فراموش کنن، که این زنی که فراموش میکنه این ویژگی رو داره که هیچ وقت از ذهن شوهرش پاک نمیشه. اونی و یک مورد دیگه هم که تدخلات نیروهای اجنبی، تحریکات دیگران. تو یادت رفت اولای ازدواج اون روز که به اصطلاح زدت، یادت رفت؟ خب یعنی این به اصطلاح افراد موزی که میان یک به اصطلاح فایل های قدیمی که اصلا پوسیده و گم شده و رفته تو آرشیو، اینا رو میان زنده میکنن، نبش قبر میکنن. خب این افراد یا خود خانم ها که احیانا یادشون میاد، این از طبیعت خانم هاست. خود به اصطلاح پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از زنهای جهنمی وقتی که خبر دادن که اونجا زیادن، یکی از صفاتهای زنهای جهنمی چی است؟ یکفرن العشیر. یعنی خیلی خوبی ها میبینن همه این خوبی ها یادشون میره، یهو منفجر میشن، میگن که آقا من از تو هیچ خوبی ندیدم، نه از این حرفت که الان میگی، از این کار، از آن، نه از 4 سال پیش که نمیدونم رفتی بودیم خونه بابا اون کارو کردی، نه از 17 سال پیش که وقتی به اصطلاح از شهر میخواستیم بریم بیرون و گردش و نمیدونم فلان چیز شد. همه اینا تو حافظه است. زنی که این نوع یه بار این فلو انجام داد ضربه میزنه، جایگاهشو نزد همسرش خیلی پایین میاره. یعنی این مرد اصلا این چیزو یادشون میره. مرد دیروز یک کاری کرد، حالا از روی قصد بود، از قصد نداشت، همسرش میگه که دیروز همچین چیزی شد، کی یادش میره، گذر زندگی، اینا چیزایی که به اصطلاح براش مهم نیست. درست. خب اما یهو میبینه که این حکایت سوزنی که تو دستش 17 سال پیش رفته بود، اشتباه من بود، این هنوز یادش. چه دلی داره این میخواد که درست بشه. خب این که از این صفت‌های به اصطلاح بده که برخی از خانم‌ها دارن. اما زنی که به اصطلاح هیچ وقت از ذهن شوهرش نمیره، این زن این کار نه. یکی از صفت‌های زنایی که به اصطلاح همیشه در پیش شوهراشون عزیزن، چه زنده باشن چه سالیان از مرگشون هم گذشته باشه، اینی که قانع هستن، با اون چیزی که دارند میسازن. شوهر خب براش زندگی خیلی مهم است کاملا، اما نمیخواد که غرورش شکسته بشه. یه وقتی هست که شوهر فقیره، خب زندگی دیگه برای فراز نشیب داره، حالا نمیتونه یه چیزی رو تهیه کنه، چون که به اصطلاح این زن در جای دیده از با چشم هم چشمی مثلا میکنه. حتی شوهر وقتی احساس میکنه که مثلا زنش در پیش دیگران، شاید وقتی رفتیم خونه خواهرش احساس کمی کرد، میاد میگه که خانم بیا منم یه چیزایی بخرم، یه قرضی بگیریم، میگه نه، تو میخوای بری زیر قرض که ما نمیدونم فلان چیزو بخریم، نخواستیم. با این بدون این همیشه زندگی کرد. این زنی که وقتی شوهرش تو یک مأزقه هست، یک مشکلی براش پیش اومده، میگه که این طلاهامو رو بفروش، قرض بده، این موضوع رو حل کن، خودت راحت کن. یعنی این زنی که در مشکلات کنار همسرش هست، در سختی ها در کنار همسرش هست، همسرش رو درک میکنه. این زن امکان نداره که شوهرش مثلا بهتر از اینی رو تصور بکنه، یا مثلا یک کسی بتونه مثلا بیاد شکار کنه این شوهر رو. همیشه این خوبی ها و این صفات جلوی چشمش هست همیشه، چون که مرد یه صفت هایی هست که اینا صفت هایی که مرد دوست داره. صفت ایثار، صفت گذشت، صفت همدردی با دیگران، صفت سخاوت،
اینا صفتایی که مرد احساس میکنه اینا جزئی از همون صفات مردانگیش هست. هم که قول می‌کنم من المؤمنین رجالون. یعنی تصور بکنید یه زنی میاد، مرد چند مدته که بیکاره، میخواد یک کار کوچیکی راه بندازه. خب زنه اصلا مهریه‌اش چقدر طلا بوده و نمیدونم یه مقداری هدیه هم مادر پدرش دادن، میاد اینا رو میذاره جلوی شوهرت که بیا اینا رو بفروش. خب یک کاری به اصطلاح دست و پا کنیم، یک زخمی میزنیم، یک کاری رو درست میکنیم فلان. مرد چه خواهد گفت؟ یه خانم واقعا مردی ها، مردانگی کردی، یعنی واقعا چقدر مردانگی کردی. خب آیا تصور میشه که مرد همچنین زنی رو فراموش کنه یا به همچنین زنی خیانت بکنه یا حتی در فکر این باشه که روی همچنین زنی زن بگیره؟ در حالی چقدر هم بد باشه بازم وقتی که یاد این حکایت ها میفته بازم متأثر میشه. یک مروءتی اون رو میکشه به سوی خودت که حتی اگر بره مثلا بخواد به خاطر خدمت به جامعه، به خاطر عبادت، به خاطر نمیدونم 1001 مسائل دیگه، خب بخواد زن دوم بگیره، چه کار میکنه؟ هرگز جرأت نمیکنه که به این خانومش اطلاع بده. نه اینکه میترسه، اصلا شاید پدر خانومش از این بچه دار نمیشد، پدر خانومش میاد میگه که پسرم تو نباید به اصطلاح با دختر من خودت رو بسوزونی و محروم کنی از فرزند و فلان الان فلان جا من حرفی زدم و قبول کردن و خانواده خوبی بری برات خواستگاری. پدر خانومش اگر بیاد میگه عمو جان قبول، حرف شما جای خودش، ازدواج هم میکنم اما به شرط بزنم اطلاع ندی ها، نمیخوام که ناراحت بشی. این زنایی هستن که واقعا معمار عشق اینا رو میخوان، اینا که خانواده پر از عشق و محبت و صمیمیت به وجود میارن. خیلی ممنونم جناب دکتر. انشاءالله که صحبت‌هایی که جناب دکتر مطرح نمودند صحبت بسیار زیبا و دقیقی که مطرح شد رو همه خواهران بزرگواری که مخاطب ما هستن به صورت خصوص مد نظرشون باشه، چون بسیاری از پیام‌هایی که برای ما میرسه و تنبار شده پیش ما، حالا اگر الفاظش و تعابیرش و نوع قصه متفاوت است اما اصل محتوا و اصل مشکل همین هست. یعنی اصل مشکل با آنچه که جناب دکتر در طول این برنامه اشاره کردن، بسیاری از این موارد رو ما یقینا همه خواهرانی که در این باب سوالهایی داشتن و فرستادن حتما به پاسخ رسیدن و متوجه شدن که چگونه بعد مشکل رو حل بکنن خودشون و میدونن که کلید هم به دست خودشون هست و شکی در این نیست. الله متعال میفرماید ولا تستوی الحسنة ولا السیئة، هرگز بدی و نیکی با هم برابر نیستن. ادفع بالتی هی احسن، اگر شما مخاطب این آیه و این قول الله متعال با بهترین روش پاسخ بدی بدی رو، فاذا الذی بینک و بینه عداوة کانه ولی حمیم، حتی اون کسی که دشمن سرسخت شماست دوست صمیمی شما خواهد شد، چه برسه به همسر انسان که طبیعتاً لباس و پالتن انسان است. جناب دکتر اگر در حدوداً 5 دقیقه 6 دقیقه که وقت باقی هست مطلب دیگری در این باب دارید، چون من احساس میکنم به جای اینکه به سوالات بپردازیم همین صحبت خودش گره‌گشای بسیار از سوالاتی بود که در این باب مطرح میشه. یه مورد بسیار های اهمیتی هست در محیط خانواده که معمار عشق یعنی همسران هستند که این رو میسازن. ایجاد فضایی از آرامش که همین وظیفه همسر هست. خداوند متعال وقتی به ما فرمودند و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا که چی؟ لتسکنوا الیها. مهمترین حکایت یا وظیفه یک خانم ایجاد فضایی از آرامش هست. آرامش بیشتر اهمیت داره از بگیم سعادت. حتی در آیه دیگر الله متعال فرمود والله جعل لكم من بیوتکم سکن، سکون رو در فضای خانواده های شما گذاشته که خب طبیعتا وقتی از بیت خونه صحبت از بیت میاد، اهل بیت که دیگه خانم هست همه کاری بیت هست. هر موردی که در خانواده بی وجود بیاد اگه آرامش باشه، آرامش اصلا یعنی چی؟
اینجا مراد شما از آرامش چی هست؟ آرامش یعنی اینی که من بتونم به هدفم برسم در هر ظروفی که باشه، در هر به اصطلاح فرصت باشه، مشکل باشه، نباشه، من احساس آرامش میکنم، من خوبم، من خوشم. خب یه چیزایی هست که به اصطلاح مصدر سعادت هست، درسته؟ ما خوشمون میاد اونو به دست بیاریم. مثلا هر خانواده‌ای خوششون میاد که بچه دار بشن. خب همین که بچه دار شدن چقدر خوشحال میشن، اما روز بعدش دیگه دردسرا شروع میشه. مشکلاتش خودش. این بچه شیر میخواد، این بچه نمیدونم ترا خوش کردن میخواد، این بچه مدرسه میخواد، این بچه این خوابم میزنه، بیداره. هر چیزی به اصطلاح در خودش یک مسائلی رو داره که هر گل یه خاری داره. یه خاری داره. تنها چیزی که همه خارها رو از بین میبره احساس آرامش فرد هست. این چطور به وجود میاد؟ این وقتی به وجود میاد که فرد بدونه که وظیفش چی هست. برای خودش احترام قائل هست، برای خودش شخصیت قائل هست. من چون مادرم، پس وظیفه من اینه که من این بچه رو تر و خشکش کنم. وقتی تر و خشکش میکنه احساس میکنه که عبادت میکنه. من چون که تو این خانواده اومدم، وظیفه رسیدن به همه این خانواده وظیفه منه. ببینید یه طرف میاد خواستگاری یه دختر خانم، این دختر خانم میدونه که این آقا یه پدر مادر پیری هم تو خونه داره، خب یه نمیدونم مریضی هم تو خونه دارن، یه نمیدونم وضع حالی دارن. الان اومد تو این خونه، اگر هدفش این خودش رو نشناخته، نمیدونه که وظیفش چی هست و نمیدونه که خداوند متعال میفرماید و ما تقدموا من خیر فلانفسکم و چی تجدوها عند الله. هر چیزی که انجام میدید برای خودتون میکنید و این ضایع هم نمیشه، پیش خداوند هست. خب وقتی که اینجور فکر میکنه، میاد تو این خانواده، وقتی که به اصطلاح میدونه که خدمت به شوهرش عبادت هست و این خدمت رو میکنه نه به خاطر اینی که به رضایت شوهرش برسه، به خاطر اینی که به رضایت خدای منان برسه. خیلی ممنون. به پدر و مادر این شوهر خدمت میکنه که این وظیفش نیست. به پدر و مادر این شوهر، من به این پیرا میرسم، اینا جایگاه پدر و مادر منو دارن. وظیفه منه که این کار رو بکنم تا از راه اینها به خدام برسم. وقتی این نگاه میکنه به زندگی خواهرش با یه فردی ازدواج کرده، خیلی زندگیش توپ هست و نه اونجا پدر مادری هست و نه خودش و شوهرش. خب اینجا احساس غرور میکنه که خداوند متعال منو دوست داشت، به من فضایی داده، به من فرصتایی داده که به خواهرم نداده. من الان از راه شوهرم، از راه پدر مادر شوهرم، از راه خواهر کورشون میتونم رضایت خدا رو به دست بیارم. این زن وقتی که اینطور حرکت بکنه، در کل خداوند متعال یک هیبتی، یک احترامی، یک جایگاهی برای این زن در کل این فامیل میسازه. اگر همین زن این احساس رو نداشته باشه، اومده خب این شوهرمه، باید بسازم دیگه، به پدر مادرش چی میرسی؟ خب یک خواهرش میاد میگه که واقعا تو خسته میشی تو این خونه، باید تو مثل کنیز شدی. ای والا چه کار کنم، کنیزم، بدبخت شدم دیگه، در به در شدم، حالا اینا دارن، حالا که تا کی میمیرن فلان میگن. الان این اولا کارو که میکنه به اونا میرسه، مجبورن، خب به اونا میرسه، اجر و پاداشی نداره، بلکه بعضی وقتا گناهکارم میشه پیش خداش. اون جایگاهی که میتونست به دست بیاره، اون فرصتی که خداوند بهش داده، اون فرصت رو ضایع کرده. در بین کل مردم هیچ کسی براش ارزش قائل نیست، بلکه مردم به چشم چی نگاه میکنن، بدبخت شد، کنیز این خونه شد، فلان شد. در حالی که همین اگر این هدفش رضایت خداوند بود، چی میشد؟ این میشد که کل جامعه احساس میکرد که این یک انسان با شخصیتیه. این کارا رو میکنم برای چی؟ برای اینی که من یک انسانی هستم که برای خودم، خداوند به من گفت لقد کرمنا بنی آدم، خداوند برای من احترام قائل شده، خداوند به من شخصیت داده، خداوند منو یک مادر خلق کرده، یه همسر خلق کرده، یه زن ارزش هایی دارم که بهش پایبندم. این ارزش ها
باعث میشه که زندگی من شیرین بشه. بدترین مشکل که به وجود بیاد من احساس آرامش میکنم. آزمایش الهی است، رحمت خداست. بچه ای میاد، بچه ای نمیدونم مشکل داره، فلجه، نابیناست، به دنیا اومد، یه مشکلی داره. این مادر رو ببین چه احساس رضایتی میکنه، چه احساس شادی میکنه، چه احساس آرامیشی در این خانواده هست. اگر دیدش این باشه. اگر دیدش این باشه. اگر دیدش این نباشه خودش میسوزه. و یک چیزی هم که باید مد نظر همه عزیزان باشه اینه که خودت باشی. فکر نکنی که شمع هستی. یک مثال بدی که ما میزنیم تو جامعه که فلانی مثل شمع میسوزه تا دیگران استفاده کنن. نه، شمع نباش، ماه تابان باش. هم زیبایی خودت رو داشته باشی، هم به خودت خدمت بکنی، هم جایگاه اون بالای خودت رو داشته باشی و هم به دیگران روشنایی بدی. خب اینی که من بسوزم، چرا بسوزم؟ این خانومی که الان تو این فضا هست نمیسوزه. این خانومی که الان به اصطلاح یک شوهری داره که شوهر معتاد هست، الان احساس میکنه که من باید این شوهر رو از این منجلابی که توش افتاده نجات بدم، این خانواده رو نجات بدم. من فرشته نجاتی هستم که خداوند منو فرستاده. الان چشمش به خداش هست، چشمش، هدفش، همه چیز رضایت خداست. زندگیش چی میشه؟ بهشت میشه. بهشت میشه. احساس آرامش میکنه. دیگران براش دل میسوزن، اون اصلا این مشکل رو نداره. خیلی ممنونم جناب دکتر. تشکر از صحبت‌های زیبای شما. وقت ما به پایان رسید. فقط در چند جمله صحبت پایانیتون رو با بینندگان عزیز میشنم. در یک کلام، سعادت، خوشبختی، آرامش، زندگی خوب این اختیار ماست. ما خودمون این رو به اصطلاح در دست داریم که خودمون رو خوشبخت کنیم یا بدبخت کنیم. خودمون رو در یک فضایی از زندگی پر از آرامش، سعادت، نیکبختی قرار بدیم یا راه بدبختی رو بگیریم. همیشه دو راه هست. فهدیناه النجدین. خداوند متعال برای ما دو راه جلوی رومون گذاشته. یکی اهدنا الصراط المستقیم هست، یکی راه مغضوب علیه و الضالین هست. حالا این ماییم که کدوم راه رو انتخاب میکنیم در مسیر، در فضای خانواده، در بیرون از خانواده، در همه چیز. این قدرت اختیاری که خداوند متعال به ما داده، این بزرگترین نعمتی است که خدا به ما داده و ویژگی ماست که ما رو از حیوانات و حشرات فرق قرار داده که ما به اصطلاح انسان هستیم. پس این انسانیت خودمون رو ارج بذاریم، قدرش رو بدونیم و بدونیم که خداوند متعال لقد کرمنا بنی آدم گفت. خداوند متعال ما رو اکرام کرده، ما رو جایگاه خاصی داده. این جایگاه خودمون رو ضایع نکنیم. حالا که این مفاهیم رو فهمیدیم، اینا رو بیاییم در جامعه گسترش بدیم، به همه خانواده ها و عزیزان و خانم ها برسونیم تا زندگی بشه شیرین. خیلی ممنونم جناب دکتر. تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید. در پایان برای همه عزیزانی که تقاضای دعا داشتن، ما و شما همه دست جمعی دعا میکنیم که الله متعال مشکلات همه عزیزانی رو که مشکل دارن حل بکنه. همه عزیزانی که خواهران و برادرانی که دم ازدواج هستن به دنبال همسر خوب میگردن، الله متعال همسر نیکو و صالح نصیبشون بکنه. عزیزانی که مشکلاتی دارن، چه مشکلات اقتصادی چه مشکلات مالی، همه را الله متعال حل بکنه. عزیزی اگر زندانی داره توفیق توبه نصیب بکنه، اگر متهم هست و توفیق آزادی برای عزیزانی که غریبی دارن، الله متعال صحیح و سالم اونها رو برگرداند. و مهمتر از همه این موارد برای همه گذشتگانمون که از دنیا رفتن دعای بخشش، رحمت و مغفرت داریم. علل خصوص برای داماد جناب دکتر که در هفته گذشته از دنیا رحلت فرمودن و برای این عزیز الله متعال، برای از الله متعال بهشت برین و همنشینی با ملائکه، صدیقین، شهدا و صالحین و همه پدران و مادران و خواهران و برادران و همسران و فرزندان و دوستان و آشنایان و اساتید و شاگردان خودمون از الله متعال همین دعا رو داریم که اون عزیزان رو الله متعال در بهشت برین و در رحمت و مغفرت و رضوان خودش قرار بده و این کار برای الله متعال آسان خواهد بود و برای خودمون هم از الله متعال هدایت بر صراط مستقیم تا آخرین لحظه حیات و استقامت و صبر رو خواهانیم. تشکر خاص دارم از شما جناب دکتر که تا این لحظه وقتتون رو در اختیار ما بینندگان عزیز گذاشتید و تا برنامه بعد همه شما خوبان عزیزان رو به الله متعال میسپاریم و در طول هفته هم میتوانید تمام سوالات، نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میان بگذارید. تا برنامه بعد الله یار و نگهدار شما. جزاکم الله خیر. شکر الله.